الو. بله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. برادر مهربان خیلی انتظار رو چیدیم، اخیر تلفن ما برداشتی. بفرما برادر. ما هم رنگ خیلی یک غریب بچه ای شهر مسکو خیلی برنامه شما را تماشا میکنیم، روز یا باز دقت گوش میکنیم. یک مسئله را گفتم روشن دوزم با شما که هم شما همین را یک نوار کنه یا که همین شما خودتون انیق میکنه میبینی. همین در ایمو یک و یک گروپ های بسیار هسته، همه شما برادر جون اهمیت میتین. او خبر زیاد نه. چی بود؟ همون روز دیگه من حیران همین حکومت نسبت همین گروه ها اهمیت نمیتیم. من یک محضیاتر شدم گروه ندارم اومدم پدر ندارد در جلوی بهت بسیار بر اومدن نوازم بیدلو یک بای بو ای شهر در مای هوا پیغمبر اعلان کردن. اینا را دیدم. اینا را دیدم برادر عزیز. بوا کم قگیزاله شیدم که همین بوار من کم راستی دارم میگم کلو کنم میگم بوار که در پیشم باشن افسوس همین نسبت همتری مردو یگون چوره نمیبینن. بله. های برادر مهربان عزیز در حقتون دعا میکنیم. سلامت باشی برادر. برنامه رو دیدم بوده. سلامت الله باشی. نگه. تشکر. من نوارا دیدم برادر عزیز. رحیم نعوذ بالله پیامبر میگن. من در این شک دارم که شاید باز هم دسیسه های حکومتی رحمانوف برای که وقتهای اخیر خب رحیم البته عبدالرحیم خیلی در جامعه ابرو پیدا کرد، بعضی کارهای بعضی خیرهای خیلی آشکارایی کرد، مردم شناختنش، در زبان مردم دور میزنه، رحمت و سپاسگزاری دیگر چیزا. من روز اول گفته بودم که اشتباه خیلی بزرگی بود که الکی میدان برآمد. روز اول گفته بودم و باز هم میگم رحمانوف هیچگاه نمیخواه در جامعه نفر دیگه محبوب مردم باشه. پیغام مرا باز هم برسانید. مرا میدونم که میفهمین، گوش میکنین نزدیکا گرد و اطراف. رحمانوف هیچگاه نمیخواه که در جامعه براش یک از شعر بخونه، سرود بخونه، ریب بخونه، تعریفش بکنه، بچه خوب، بچه خیرخواه بگه، محبوب و عزیز باشه. رحمانوف را نخواسته بود و نمیخواد. ولی این برادر خیلی یک اشتباه بزرگی رو که انجام داد. گرچنده که اگر منطقاً کاری خیر کرد، خیلی کاری بزرگی انجام داد، از لحاظ عقیده و دین بگیری، انسانیت بگیری، کاری بزرگ. ولی در جامعه کرد که در اون جامعه نباید یک از او دیده بالاتر باشه که یک انسان از در اون جامعه هم بهترین است، هم مولا است، هم اولیا است، هم حضرت است، هم پادشاه است، هر چیزی که در جامعه باید او باشه. خانه میروه، خانه یک نفر میروه اوقات پذیر یاد میته، زمین کشتار میروه کشته یاد میته، اصلگیری میروه اصلگیری را یاد میته، نمیدونم زوادی قندبراری میره قندکنی یاد میته، فرما میره گاوجوشی را یاد میته، سری چکدان میروه نونپزی یاد میته. همه چی او است. همه چی. فوتبال میروه گلزنی برای مردم یاد میته. یعنی هیچ کسی در جامعه از او دیدن نفوذ باید نداشته باشه. زید سعید برای چی زندان شد؟ کم خدمت کرد برای ملت، برای مردم. مثل زید سعید ده ها کسای دیگه محبوب بودن. برای چی؟ برای چی منبرهای مسجد و ملاها را از جامعه دور کردن؟ محبوب شدن برای مردم. ولی متاسفانه چیکار کردن؟ امروز در رسانه ها برآمد، خیلی گپ زد، خیلی خوب کارهایی کرد که جامعه الکی شناخت یک نفری صاحب کار، پولدار، با دولت، گرچنده که با اویله رحمان رفت آمد داره ولی خیلی موقتی است. نبی نوشید از این آب که زهر آلود است، غوطه باید زد و بگذشت که پول فرسود است. لاله این چمن آلوده رنگ است، هنوز سپر از دست میانداز که جنگ است هنوز. خیمه بگذار و بیرا بادیه طوفان جوش است، کو آتش به جگر دارد اگر خاموش است. برادر حسین بسیار همین شعر برای این همی طبقه انسان ها است که حال هم من نمیدونم، من فکر دارم که باید یک دکومنتال برنامه های برای این نمود انسان ها بسازیم که کیها آمدن
کیها خدمت کردن از همه قبیل همه پولدارا و بیزنسمن‌ها و دولتدارایی که هستن ما داریم. چگونه تقدیر اینها چگونه حل و فصل شد، کجا رفتن، چگونه زندان شدن، چگونه کشته شدن. مگر شرکت امید 88 کم کار میکرد، مدل نیز заправкаҳо ساخته بود در دوشنبه. همین خدمت نیست، مدرن زمانوی заправкаҳо داشت. چقدر انداز میسپارید، زندان مرد رفت. زید سعید وزیر صنعت بود، زمانی وزیر بودنش خیلی پیشروی کرد. دوشنبه را آورد ساخت، کارخانه های بزرگ ساخت. برای ما بگید در سطح زید سعید یگان وزیر ما داریم امروز، یگان رئیس داریم ما امروز. صاحب کار، با استعداد، پولدار، سیر، همه. وقتی گفت ما حزب میسازم، وقتی رشد کرد و وقتی که نام برآورد، از وین رفت، از وظیفه رفت، زندان شد. امروز از عمر خودش زیادتر زندان است. مثل زید سعید ده ها تاجر دیگه است که نامشون ذکر نشده است. حاجی عمر کم کار میکرد، کم شرکت داشت، کم درآمد داشت، کم نفرا کار میکردن، کم اندازه میسپارید. کجا شد؟ رفت. دیگر شرکت های ساختمانی و دیگر اویاکمپانی های بزرگ و چقدر از سال 2014 یادتون است عبیدالله رفت دعوت کرد که بیاین فرزندان وطن در وطن بسازین. همه را فریب کردن، از $1 میلیون بالا را همه را بردن، پول مالشون گرفتن آمدن. یک قسمی در روسیه لیتسترویکا کار میکنه. دروغ میگه؟ نه. ولی باز هم من هیچ غرضی ندارم و خدا قسم اگر بگین یکم غرض است یکم چیز است، هر کسی داره چنین استعداد خودش زندگی کرده میتونه. ولی متاسفانه برادر پیغام را هیچ نمیشنوه. ولی خدای نکرده یک روز نشنویم باور که اینم جوانا باید ارزنده، باید خدمت بکنن واقعا برای وطن، بسازن، آباد کنن، کارخانه و زواد و هر چیزی که میسازن بسازن. ولی خیلی در یک نظام ناباب رفته خدمت میکنه. خیلی افسوس که بعد دیر میشوه. وقتی همین حاجی عمر زید سعید وقتی هنگام پروازش پیغام رسونده که برادری عزیز طرف فریب میکنه، نرو که اونا من قطعی اونا کار کنم، اونا نامردن، نرو، دروغ میگن، فریب میکنن، زندان میکنن، نرو. نه من چگونه کردم؟ گفت میرم و سری بلند. اینه به هر حال خداوند حفظش بکنه، خداوند برای کارش بده و انشالله امیدوارم که یک روزی که دردی ما را، پیغام ما را بشنوه و لااقل جان خودش رها بکنه که زیر زندان ظالم و اون زحمت های چند ده ساله کشیده شد برباد نته، زیر نمیدونم دماد و نویره و اویره و صغیراش صاحب نشون و لامبورگینی و پرادا و پورشه و نمیدونم فراری شد، اسماعیل جان و سامان جان نچرخونه. دیگه از زیاد گفتنی ندارم.